Hello guys, welcome to my YouTube channel. خیلی خوش اومدیم به اولین قسمت از بلایند دیت گلستان. قراره خیلی هیجانی. سلام. 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 حال شما خوبی؟ مرسی. اول از کدومتون سوال بپرسم؟ کدوم؟ از شما بپرسم؟ بیا خیلی خانوما مقدم. بله. اسمتون، میزان تحصیلات و شغل. اسمم آنیتاست. میزان تحصیلاتم لیسانس روانشناسی. شغلم بازیگری و سناریو نویسی. به به. بفهمم. معرفی کنم خودمو. اسمم ذوالفقاره، فامیلم کیپوره، شغلم هم تابلو سازی. از نظر شخصیتی درونگرا یا برونگرایید؟ من بسیار برونگرام. برونگرا؟ خیلی اکتیوی یعنی؟ خیلی زیاد. خیلی هم عالی. 50-50 فرقی نداره. نصف به نصف. جفتش باید اوکی باشه دیگه. آره. از نظر ظاهری چه ویژگی توی طرف مقابلتون خیلی میتونه جذبتون کنه؟ قدش بلند باشه. این چرا همه دخترها میخوان قد بلند؟ و اینکه سنش کم باشه. بچه بازی. بفرمایید. من بگم بله. دختر باشه. از این دخترای ادا پسر خیلی بدم میاد. از این عدالتا فاز داداشیا. چه مهمونایی داریم امشب. به. چه ماهی هستیم؟ آذر. ویژگی آذریا؟ ولخرجن، عشق و حالی، عاشق مسافرت. میگن خیانتکار ولی نه، من وفادارم. مرداد. بله. ویژگی مردادیا؟ نمیدونم به خدا. نمیدونی؟ فقط میدونم آدمن. آدم. بله. خوبه دیگه، هم کافیه. گذشته طرف مقابله چقدر میتونه توی رابطه برات مهم باشه؟ اونقدر که ایدز نگیرم. بیشتر توضیح بده. دیگه واضح بود دیگه. بفهمی راست میگی. بفهم. برای من گذشته خودش که خوبه، گذشته مامانش هم مهمه. چون بد دارم کار میکنم، پول در آوردن سخته. سخت. یه قسمت رو فکر کنم کات باید بکنم. خیانت از نظر شما چه تعریفی داره؟ خیانت از نظر من هم که تو به یکی دیگه نگاه کنی و یه جور دیگه تو ذهن تصورش کنی میشه خیانت. حتما خیانت به این نیست که تو با طرف بخوابی. از نظر شما؟ یه رابطه تمام شده. چی؟ یک رابطه‌ای که تموم میشه. خیانت بشه اون رابطه تموم شده. مثل یه کتاب داستان میمونه دیگه. تو 10 بارم بخونی تهش عوض نمیشه. اگه سوالی هم از هم دارید میتونید بپرسید. این در کل دارم. چند سالشون؟ بگو. سنشون چند سالشونه؟ میرسیم به اونجا. نرسیم. شما عجله نکن. وایسا. بگم خیلی براش مهمه. خط قرمزهای شما، رد فلگ توی رابطه؟ خط قرمزهای من اینه که دوست اجتماعی دختر نداشته باشه، با دوستای من خیلی صمیمی‌طور رفتار نکنه و شماره دوستای منم نداشته باشه که حالا اگه نگران من شد از اونها آمار منو بگیره. خط قرمز زیاد دارم، حالا فعلا همیناش خیلی مهمه. و من؟ بله. تنها خط قرمزم پسره. تمام. چه برسه برادرم. یعنی چی؟ پسر خط قرمز من تو رابطه است دیگه. برای طرف مقابلم. داداشی، یواشی، رفیقی، دوستانه. کلا کنسله. اوکی. چه رفتارهایی باعث میشه که جوش بیاری، خیلی عصبانی بشی؟ کلا این که خسیس باشه و اینکه خیلی شکاک باشه، به من گیر بده. از آدمی که گیر میده تو رابطه اصلا خوشم نمیاد. شما؟
چه رفتارهایی میتونه منو عصبی کنه. و باز هم پسر چون جنس خودمو میشناسم. به این پسر چی کار کردیم؟ به این نه ما پسرای شکارچیای صبوریم. الان به خودمون میزنم 2 دقیقه دیگه به دخترها هم میزنم. وایستا. خب وقتی از دست پارتنرت خیلی عصبانی هستی چی کار میکنی توی طول رابطه؟ یه بار انقدر عصبانی بودم که مش زدم ششش کبود شد. دسته بزن که نمیشه گفت، ولی خب یهو میبینی از کوره در میرم دیگه. داد میزنم یه دونه مش میزنم دهنش که دهنشو ببنده بدون با کی داره صحبت میکنه. اینجور جاست که ما گلستانی میگیم چشمم شکست. چی میگه؟ چشمم شکست؟ مش زده دیگه. چشمش شکست. چشمش شکست. فکر کن که من یه قول چراغ جادو بودم. خب 2 تا آرزویی که همین الان میتونستی برآورده کنیم برات چی بوده؟ چی میخوای باشه؟ آرزویی که بخوام برآورده کنی همین الان برآورده میشه. اینکه یه خونه پر از دلار. اوه. آره. و اینکه ایران به دنیا نمی اومدم. اول اینه که همه میان. خب سلامت خانواده. دومیش 2 تا خونه پر از دلار. 2 تا. ضرب در 2. خودتو آدم احساساتی میدونی یا آدم منطقی؟ تصمیمات روی کدوم یکی از ایناست؟ احساساتی تصمیم میگیری یا منطقی؟ اگه از گذشتم بخوام بگم خیلی احساساتی بودم، ولی الان کاملا منطق. من کلا احساسات. خیلی دوست دارم منطقی تصمیم بگیرم، نمیتونم. همیشه احساساتم بر منطقم غلبه میکنه. خوبه دیگه. دست خودم هم نیستا. ضربش هم میخورم مثل تا الان که خوردم. از این به بعدم میدونم بازم میخورم. زخم خوردن. اگه با خودت توی رابطه بودی دلیل کات کردنت چی بود؟ لجباز بودنم. زیاد. خیلی زیاد. چقدر؟ اونقدر زیاد که قشنگ رو مخ طرف نوک میزنه و دیگه تمام. میرم نروش. چیزی که من میگم باید باشه دیگه. زن سالاری. شما؟ دلیل کات کردنم با خودم اهمیتی که به کارم میدم از همه چیز بیشتر. آره با پسرای کاری رابطه خیلی سخته. این دیگه همه میدونن. همینه دیگه. اولویت نیستیم. سوال معروف تو دیت اول چی کار کنه کنسله. چیکار کنه کنسله؟ تو دیت اول من بگم؟ بله. شلوار اسکینی بپوشه کنسله. کفش کالجم باهاش بپوشه که دیگه واو. بفهم. تو قرار اول منو بازه. تو دیت اول 100% دیت اول هر جایی که میخواد برگزار بشه یا رستورانه یا کافه است، یا حتی اگه جای دیگه ای هم که باشه به هر حال یه سری مواد غذایی باید تهیه بشه دیگه. منو بازه، بستگی به سفارش‌های طرف داره. منو تا 20 میلیون هم بازه. تو دیت اول طرف هم نشون میده چشش گشنه است یا شکمش گشنه است. بله. دیسلایک. جوابی که قابل تأمله، باید فکر بشه روش. خدمت شما عرض کنم که چیزای ارزشمند گرونن. منم چیزای گرون رو دوست دارم. پس دلیل سوسماست گلمون یاراسو. اگه ورودی قلبت یه تابلو داشت روش چی نوشته بود؟ ورودی قلبم یه تابلو داشت. هر کی میخواد رد بشه بیاد داخل اون تابلوها رو باید ببینه. عاشق میشی دیگه. کار تمومه. راه برگشت نیست. اینجا فقط فانش کنیم. بیش می‌ذارم تابلو ساز کیپور. چی نشنیدم؟ تابلو کارشون رو دارم میگم بچه‌ها. چی گفت نشنیدم؟ بگو دوباره بگو. تابلو ساز کیپور. عالی شد. یه بعد کار تو، قلب تو، ذهن تو، روحت همه چی شد کار. بزرگترین دغدغه این روزهات تو روزمرت؟ پول درآوردن. خیلی دارم بهش فکر میکنم جدی.
به اینکه برسم به چیزایی که میخوام، چون تازه راهمو پیدا کردم. شما؟ هیچ دغدغه‌ای بزرگتر از پول نیست. فقط پول. شما هم شد پول. بله. به نظر شما رابطه عاطفی باید بخشی از زندگیمون باشه یا میتونه کل زندگیمون رو در بر بگیره؟ زندگی بر مبنای رابطه باشه؟ به نظر من رابطه بخشی از زندگیه. خیلی از خانم‌ها رو میشناسم که مستقل و تنها بدون داشتن رابطه عاطفی خیلی موفق ترن. چون ممکنه خوشحالن؟ جان؟ خوشحالن؟ خوشحال‌ترن، خوشگل‌ترن، موفق‌ترن. از رابطه رو شما کلا نفی نکردین. نهی. من از رابطه گذشتی پس کلا در این آره دیگه. من خودم خیلی برای خودم مهمم. سعی میکنم که تمام انرژیمو فعلا رو خودم بذارم. حالا شاید 5 سال دیگه فرق کنه ولی الان اصلا به رابطه عاطفی فکر نمیکنم. به نظرم نیاز یک انسانه ولی خب الان خودم. اوکی. شما؟ ببین یکی بخواد همفازت کنارت باشه، همراهت باشه، فازش با تو یکی باشه. آقا یه مسیری به اسم موفقیت رو پیش بگیر. سرعت 2 برابر نمیشه، سرعت چند برابر میشه. این برای آقایون صدق میکنه. اگه یه خانم کنارشون باشه موفق تر میشن. من دیدم خانم پا به پای آقا داره کار میکنه، آقای پا به پای خانم داره کار میکنه. آقا رو دیدم پمپ باد خراب شده، دیزاین کار میکنن، دیزاین تولد. با دهن بادکنک باد میکرد. در صورتی که روی تابلوی مغازه اسم خانوم خورده، کل قراردادا به اسم خانومه، کل مبلغا به کارت خانوم واریز میشه. بستگی داره چجوری همدیگه رو بشناسیم. استعداد نهفته، استعدادی که کسی ازش خبر نداره یا کمتر میدونن. استعداد نهفته داری میگی دیگه. من خودم نقاشیم خوبه. من رانندگیم فوق‌العاده است. یعنی من هنوز مثل خودم ندیدم. میبینی تو خیابون یک بد رانندگی دیگه نمیاد هیچ جوره. استعداد شما چیه؟ همین خانومو با موتور میگیره. کورس میذاره. رانندگی دیگه. برای دیت 2 اگه اسمت بشه. یه کورسمون نشه. شما استعداد نهفته چیه آزولی؟ موتور سواری. جفتشون اونم رانندگی دیگه. ولی خب موتور سواری در حد مرگ دیگه، نه معمولی. پرهیجان. خیلی 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 بریز ازت. موتور سواری دوست. خب سبک مورد علاقتون توی آهنگا و خواننده مورد علاقتون؟ هیپاپوجولیس، هیپاپولوژیست، گادپوری، همگه رپ بیشتر، اکثرا رپ. یه تیکه از آهنگی که خیلی دوست داری میتونی برام بخونی؟ خودم خیرتو میچستم کارمانم، خودم خیرتو میچستم کارمانم. هیپاپ چی داره که هی میری باش؟ بلادینی بفهمیم. موزیک تتلو و تمام. نظر منه، نظر همه محترمه، دوست دارم نظر منم محترم باشه. تتلو و تمام. تتلو هم خوبه. یه قسمت از آهنگی که دوست داریم. تو بگو بهش کدومه، اصلا تو این زمین بهشت کجا بود؟ بهشت جنشسته. از نظر ظاهری و شخصیتی میخوام که شخصیت اونور پرده رو حدس بزنید. شخصیت اونور پرده یه آقایی که به خانواده‌اش خیلی اهمیت میده. بله. به آیندهش خیلی فکر میکنه، برای پارتنرش ارزش قائله و دنبال یه رابطه خوب میگرده. از نظر ظاهری چطور؟ ظاهری هم یه پسر کلاسیک طور، لش طور نیست به نظرم دیگه. وزنش و اینا هم که گفتم یه ذره پر به نظر میاد، از شما پرتر و از شما یکم قدش کوتاه‌تر. برای رسیدن به هدفهایی که داره و موفقیتایی که تو ذهنشه، هر چی صد راهش باشه رو من نمیگم برمی‌داره، میگم نابود میکنه. و اینکه یه استایل امروزی داره، خیلی ببخشید این مثل بقیه تینیجرها، ولی خب خانومه دیگه، عشق داداش نیست. اوکی. از نظر ظاهری؟ ظاهری
ظاهری قدش بالای 160 و اینکه بهشون میاد از صداشون یه مقدار توپر باشن. توپری که دارم میگم ببین چاپ نیستم. اوکی. خب یه سوالی که خیلی ذهن خودم الان درگیر کرده، چون زیاد بحث سن و این داستانا شد، میخوام که سن همدیگر هم حدس بزنید. بین 23 تا 26. یه ببخشید یه ذره 27. 27. بله. شما حدس میزنید چند سالشون باشه؟ 25. 25. حالا میخوام سن واقعیتون رو بگید. بفهم. من متولد 76م و آذر میشه 27 سالم. بعدی شما؟ من متولد مردادم و 23 مرداد میشه 34 سال. عالیش. خب شما برای دیت اول دوست داری چه غذایی برای طرف مقابلت سفارش بدی؟ برای طرف مقابلم پیتزای روست بیف. نوشیدنی؟ فانتا. چرا؟ چون خودم دوست دارم. پیتزا پاری؟ بله. اوکی باشه نیست. قربون شما. خب دوست داری برای طرف مقابلت برای دیت اول چی سفارش بدی؟ نظر واقعیمو بگم. نظر واقعی. اول دروغ بگم. اگه بخوام دروغ بگم دیزی. ولی خب هات داگ. بله. چرا هات داگ؟ چون یه دلیل پسرونه است. سه، دو، یک. چشمندا رو باز کنین. بله. حاجی پرچام. دوست داشتین؟ نظرتون چیه؟ عالی. غذای شما چیه؟ روست بیف فکر میکنم. بله. من متنفرم از این غذا. هات داگ. دوست نداری؟ اصلا کلا سوسیس و مثلا سوسیس مرغ اینا میخورم، اصلا دوست ندارم سوسیس. چرا انتخاب کردین شما روست بیف براشون؟ چون خودم دوست داشتم. شما چطور؟ چون بقیه دوست داشتم. بقیه دوست. خودت دوست نداری؟ نه. مرسی. من اصلا فست فود خور نیستم. اینم الکی گفتم تو کلیپ یعنی یه ذره میتونید بخورین اگه دوست دارین. دوست ندارین بخورین؟ غذای خودم میخورم. فکر نمی‌کنین شاید زشت باشه تو دیت اول بالاخره غذا؟ نه خیر. خیلی خوب. میتونید بخورید دیگه حالا در حین سوالایی که من ازتون میپرسم. خب ویژگی پارتنر ایدئالت، کسی که شاهزاده رویاهات، اون چیزی که همیشه توی خواب و بیداری بهش فکر می‌کردی، آرزوشو داشتی، خب این بشه. میتونیم غذا رو جابجا کنیم، لاغر اینو دوست دارم بخورن خنک نشه. دوست دارین؟ آره این خیلی قشنگ‌تر میشه. نه اوکی. فعلا میل ندارم. نه مرسی. خیلی ویژگی پارتنر مورد علاقه‌ام اینه که اونقدر پول داشته باشه که هرچی خرج کنم تموم نشه. چی به پولی قد شد؟ گفتم یه قدش هم بلند باشه. اول قد، بعد ببینیم پولش چقدر. کش مانی پول. بفهمید. ویژگی پارتنرم چی بگم؟ دلم خوب نه. چی میتونم بگم؟ تو چرا پول؟ نه تو هم پول بخواد، هر چقدر میخواد بخواد، ولی خب درست باشه. همین، آدم باشه، فقط درست باشه. خیلی خوبه. به نظر من اصلا آدم بودن از همه چیز بهتره، از همه چیز مهمتره. پول داشته باشه خیانت هم کنه اشکال نداره. بچه‌ها تخت شاسیه رو لطف میکنید بدین به بچه‌ها. ازتون میخوام تا اینجای کار به شخصیت طرف مقابلتون از 1 تا 10 نمره بدید. بفهمید؟ بنویسید. بله. عددو بزرگ لطف کنید جوری که تو دوربین بیافته. از 1 تا 10. از 1 تا 10.
3 2 خیلی خوب. حدس میزنین طرف مقابل چند داده بهتون؟ طرف مقابل 10. شما؟ 0. حالا خودتون چند دادید بگید. من 9 دادم. 9. چرا 9؟ چون منظرم با شخصیت. آدم با شخصیت. منم 9. جدی؟ آره. درسته. شما چرا 9 دادی؟ چون فکر کردن من با شخصیتم. چند دادی؟ خب حالا اون یه دونه نمره رو چرا ندادین؟ دیالش یه ذره بالاخره. دیگه دم ندم دیگه. آره این پرو میشه. شما چرا اون یه دونه نمره ناقابل ندادی؟ شما که 9 تا دادی. درسته؟ چرا اون یه دونه رو ندادی؟ اگه نگفتین از 9 نمره. آه. خب با شرایط منعطف دوستمون. بله. اوکی؟ عالی شد. بهترین اصلا. عالی. خیلی خوب. میرسیم به قسمتی که دوستامون میخوان همدیگه رو ببینن. آو. بله. بله. خیلی هم عالی. خب. دست که زدم چشمندا رو باز میکنید و همدیگه رو میبینید. 3 2 1 لحظه موعود. اصلا همچین تصوری نداشتم. منم به خدا. سلام. خوب هستی؟ خیلی خوش اومدید. مرسی. منم امیررضا. شما میل کردید؟ خودتون میل کنید. خیلی خوب. نظرتون چیه؟ اون چیزی که فکر می‌کردیم بود؟ یعنی نه. فکر می‌کردین شکلش؟ اصلا فکر می‌کردم پوستش خیلی تیره تره. موهاش که اصلا اینجوری فکر نمی‌کردم اصلا. تیپش اصلا یه جور دیگه فکر می‌کردم. شما چی؟ ازش من بپرسم. من چی فکر میکردم؟ چی فکر می‌کردیم چی شد تاش؟ چی فکر میکردیم چی شد؟ اوکی. اوکی. نظرتون چی بود؟ اوکی بود. بسیار عالی. خدا شکر. دلت خواست. خدای شکرت. به به. بچه‌ها تخت شاستی‌ها. تشت ساختی‌ها. چی شد دلت خواست؟ شخص تاستی. تشت آو. واو. بازم یه نمره کسری آورد اینجا. چه 9 تیشرتش باید گشادتر می بود. نداشت. اه. ایکس لارج 2x می‌خواستم این ایکس لارج. خب پس قابل همون تهیه 10 کردنه اوکیه. مشکلی نداره. شیز. خیلی خوب. به انتهای برنامه رسیدیم و اینجا ازتون میخوام که به هم بگید با لایک یا دیسلایک بدون اینکه طرف مقابل ببینه پشت تخت شاستی ها اینجا داداش این کار رو انجام بدین. نه دیگه این دستا رو بگین جلو و میان. آره. و آیا حاضرید برای دیت دوم ما شما دوتا رو با هم داشته باشیم؟ لایک یا دیسلایک؟ عالی بود بچه ها. دمتون گرم. خب لایک داریم. آره. نظرت راجع به طرف مقابل و نظرت در رابطه با برنامه بلایند دیت گلستان چی بود؟ طرف مقابلم که بسیار آقای با شخصیتی بودن. همه جوره خوب بود خدا رو شکر. و اینکه بلایند دیت گلستان اول از همه تشکر میکنم از آقای امانی عزیز که 3 ساعتی ما رو اینجا الاف کرد. خیلی چاکره. نوکر. و اینکه به نظر من حرکت خیلی فان و باحالیه. من اوکی ام، خوشم اومد. ان شاءالله که بیشتر با هم همکاری کنیم. 100% به امید دیت های بیشتر. خیلی ممنون. عالی بود. مرسی. خب نظرت راجع به طرف مقابل چی بود؟ لایک دادی دیگه برای قرار دوم و اینکه قرار دوم بله. نظر راجعش چی بود؟ راجع به قرار دوم جلو دوربین اوکی. آها. یعنی با خودش جدا چی؟ از طرف از 0 تا 100 کنسل داداش. آره داداش. بس. نه برای قرار دوم جلو دوربین. آها.
یعنی حاضری فقط تو برنامه؟ دقیقاً. بیرون برنامه؟ کلاً کنسله. آره داداش. بانک ملی باید به نام خودم بزنم اونجوری. نظرت راجع به برنامه بلایند دیت گلستان چی بود؟ عالی بود. یه چیز جالبی بود. من قبلش نمیدونستم اصلا داستان چیه. دعوت هم کردی گفتی بیا، گفتی اینجوری اونجوری. ولی یه چیزی رو فهمیدم. 90% دخترها کل فکر و ذکرشون شده پول. اون موقع برمیگردن به پسرها میگن چرا به کارتون اهمیت میده. خب ما اگه پول نداشته باشیم بعدی میاد دیگه. دست در نکن. فعدت بشم بهش. مخلصتم من.